برخی از ساکنان ناحیه‌های نزدیک‌مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از سیم کارت‌های شرکت‌های موبیلی این کشور استفاده می‌کنند. سرعت بلند اینترنت، دسترس بودن اکثر تارنامه‌ها و از همه مهم نرخ ارزان خدمت‌رسانی شرکت‌های قرقیزستانی توجه ساکنان ناحیه‌های نزدیک‌مرزی را به خود جلب کرده است. جمگل آمورکانوف رهبر اداره اطلاعات شرکت موبیلی مگاکام روز 6 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت بنابر مشاهده‌های متخصصان این شرکت دیگر شرکت‌های موبیلی قرقیزستان هم در ناحیه‌های نزدیک سرحدی تاجیکستان مشتری دارند. او گفت بنابر ارزیابی متخصصان آنها شماره مشتریان شرکت‌های موبیلی قرقیزستان در تاجیکستان به بیش از 10,000 نفر می‌رسد. موج شرکت‌های موبیلی قرقیزستانی قسمتی از قلمرو ناحیه‌های نزدیک سرحدی ولایت سوخت، شهر خوجند، باباجان غفورов، کنیبادام و اسفرا را فرا می‌گیرد. همچنین در شرق کشور در بعضی موضع‌های ناحیه لخش، جرگتال سابق نیز موج شرکت‌های موبیلی قرقیزستان دسترس بوده است. همصحبتان رادیو آزادی از شمار آنهایی که از خدمات شرکت‌های موبیلی در ولایت سوخت استفاده می‌برند می‌گویند بیشتر از خدمت‌رسانی شرکت مگاکام قرقیزستان استفاده می‌کنند. فرهاد آدینه‌زاده یک مشتری شرکت مگاکام در ولایت سوخت می‌گوید او برای سرعت خوب اینترنت و نرخ ارزان مشتری این شرکت شد. آدینه‌زاده میگوید در یک ماه تقریبا از 30 تا 35 سامانی برای اینترنت و گفتگو با این شرکت پرداخت میکند که با این قیمت از شرکت‌های موبیلی تاجیکستان این مقدار اینترنت با سرعت خوب یافت نمی‌شود. آمورکانوف میگوید میان سه شرکت بزرگ موبیلی در قرقیزستان رقابت شدید وجود دارد و از این رو طی 3 سال اخیر قیمت خدمت رسانی پایین می‌رود. آمورکانوف میگوید این زمان گفتگوهای موبیلی عادی به شدت کم میشوند چون که همه با وایبر و واتساپ گپ میزنند. برای همین ما با مشتریان بسته های اینترنتی و گفتگویی را یک جای میفروشیم که به حساب میانه 1 گیگابایت اینترنت حالا در ما 6 سومان معادل 80 درم نرخ دارد، افزود او. در حالی که قیمت 1 گیگابایت اینترنت در قرقیزستان 80 درم است، در تاجیکستان شرکت‌های موبیلی 2 گیگابایت اینترنت را با قیمت 32 سومانی می‌فروشند. بر علاوه گرانی نرخ، مشتریان از سست بودن سرعت اینترنت شکایت می‌کنند.